خب میشد که اگر ملیساها هم با معرفت میشنن یکمش که همون سالهای پیش هم ملیساها هم خواندگی نخواندگی آدما رو میگرفتن. حاضر اگر باید که هم ملیسا با طریق همین زمانه پیش بروند و مردم خیلی نقض مناسبت کنن. خیلی بسیار خبرها هست، گپ‌ها هست که مثال خیلی ملیسا دیگه غلطی دی اما خرسان کردن در کار و ایرا که با خلاص شویده آبشون. به نظرتون ملیساها امروز به تربیت نیاز دارند؟ البته مثال با زبان ادبی گپ نمیزنن بسیاری هاشون و همشون نه بسیاری هاشون. اگر همین نو نباشن ما به به حدی بعد همه طرف ما دستگیری میکردگی همین گفته که ملیساها در راه همان ماشینا اگر که بسیار صدمه به وای دچار میشن از روی چی اگر که همینو نباشن با همینو نظارت میکنن که همه طرف ما مثلا همینو برطرف میکنن در کجای باشدم که همین به نظارت همینو نمیشه. اگر کارتون با مثلا ملیسا افتاد مثلا کمک میکنن چگونه کمک میکنن؟ چی بنه ها چند بارو من پرسیده گفته که همین زمان من اینجا پرسیده اومدم که همین خبر چرا من اپا من این طرف خیلی فقط هم دستگیریشون هست. رفتار ملیساهای تاجیک با فکر من بعضا خوب است بعضا دغل. با فکر من بسیار خوب رفتارهای خوب دارن. خیلی بعضا هستن که با مردم یگان تاش مثلا گپای قبیح میگن اما بسیار از آنها رفتار خیلی خوب دارن. مثلا نمونه از دربار این مردم